چرا هیچ چیز سر جای خودش نیست؟ لباس کاراته، دستکش بوکس، دمپایی ابری. چرا هرچی میبینم این عجیبتر میشه؟ کمربند مشکی دوم شده، کمربند زرد اول شده. اینا رو ولش. چرا خانومه با آقایون مسابقه داده؟ اینم ولش. چرا به نفر دوم و سوم نقره دادن؟ بابا اینم ولش. ریدم تو اون برکاری که اون سقف اونجا رو برکاری کرده بود، ریدم در